دوستتون آشناتون یه ملک 3 میلیاردی خریده، میخوای براش حساب کنی با اکسل که تا 10 سال دیگه این ملکش چقدر میارزه. باید تورمو در نظر بگیری، درآمد سالانه ملک رو در نظر بگیری، نرخ استهلاکش هم سالی 1.5%. اون دو تا عدد دیگه رو میتونی متفاوت بذاری بستگی به شرایط. تو سلول پایان سال 1 ارزش ملک رو که تو سال اول بوده مینویسیم و اینو ضرب در یه دونه 1 به علاوه تورم میکنیم، بعد ضرب در 1 به علاوه درآمد سالانه میکنیم و ضرب در 1 منهای نرخ استهلاک میکنیم. یادمون نمیره که این نرخ ها رو که تو اون سلولا نوشته چون میخوایم وابسته باشه و تغییرش بدیم و باش بازی بکنیم مطلق میکنیم. این انتخاب میشه، دبل کلیک و در نهایت ارزش ملک بعد از 10 سال 67 میلیارد تومان خواهد بود که 2149% شده، یعنی 22.5 برابر شده. ما تورم رو همینجوری حساب کردیم و شده 16 برابر.